9 июл رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف که با سفر دولتی در جمهوری تاجیکستان قرار داشتند ملاقات نمودند. قبل از آغاز گفتگوشنید رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف از تالارهای زیبا و برهوای بینای نو پارلمانت مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دیدن نمودند. سپس مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف در کتاب مهمانان فخری مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سایه دست گذاشت. در آغاز ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف را به سرزمین تاجیکستان خیر مقدم گفتند. در جریان ملاقات وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان از جمله رابطه‌های بین پارلمانتی میان دو دولت مورد بررسی قرار داده شد. با توسعه مکالمه بین پارلمانتی و همکاری عملی مجلس ملی با ژاگورکو کنش توجه خاص ظاهر گردید. جانب‌ها از تمایل مثبت رشد مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه کشورها اظهار قناعتمندی نموده، تلاش‌های سازنده سران دولت را جهت تحکیم و توسعه روابط حسنه کشورها و مردمان برادر تاجیک و قرقیز تاکید نمودند. در این ضمن جانب‌ها با امضای سند تاریخی شرطنامه عاید به سرحد دولتی که در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری قرقیزستان ماه مارس سال روان به وقوع پیوست بهای بلند دادند. ضمن صحبت دایره وسیع مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری مفصل بررسی کرده شدند. ضرورت اندیشیدن تدبیرهای باثمر در دایره شورای بین حکومتی جهت گسترش رابطه‌های تجارتی و تقویت همکاری در دیگر سمت‌های مورد توجه طرفین تاکید گردید. هر دو جانب تحکیم علاقه ها را در بخش‌های فرهنگ، علم و معارف، تندرستی، سیاحت، ورزش و سیاست جوانان مهم شمردند. اظهار باوری کرده شد که سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف به جمهوری تاجیکستان و به امضا رسیدن سندهای نو همکاری برای رشد باصفت همکاری تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری توسط استفاده ثمرناک ظرفیت‌های دو کشور زمینه‌های نو مساعد فراهم خواهند آورد. استفاده هرچه بیشتری نیروی همکاری بین پارلمانتی برای به سطح صفتا نو برآوردن مثبت‌های دو دولت به منفعت مردمان برادر جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان ضرور شمرده شد. جانب‌ها همچنین دایر به مسائل مبرم روزنامه منطقوی و بین المللی تبادل افکار نمودند.